یکی میگه ایران اشاره به برنامه سپید دبی. خب این سپید در برنامه سپید دبی این همون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. خب این اون حالت رو داره میگه که بعد با آمد سپید دبی. بعد دیدیم که بچه‌ها آمدن این بخش می‌کنن نشون میدن که آقای خوابیده از پله ها بود و این بیشتر می‌ذاره. من این رو برای ایشون نگفتم اصلا. این برای اون حالتی بود که در مردم ما پیدا شده بود. در شخص نبود. ولی باید هم داره استفاده اینجوری میشه. بشنوید ای گروه جانبازان، سرنوشت وطن به دست شماست. خانه ها تاج پای نشینید که نشست شما شکست شماست. هر تو افکن تاج شاهی به فرق شاهنشاه. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.